ماشین شورلت آقای صادری هستیم. یکی از شورلت های آقای زاکری هم هستیم. یکی از شورلت های مدل 80. آره 80 میلادی یا 80 واو الا 80 میلادی الان 2025. این فیلم رو احتمالاً 80 سال دیگه می‌بینید. همونطور که می‌بینید دنده اتومات هست و اینجا چراغ داریم که با پدال روشن میشه. الان بس آها نگاه کنین اونجا یه بار قطع وصل کن. آها نگاه اینجا شارژ میشه باز دوباره پاش کن. بله یه لحظه دست انداز رو ندیدم ولی به یه ور ماشینم نبود. کولرها رو می‌بینیم اینجا. این بحث جاسیگاری و چیزاشه. شیشه‌هاش آها شیشه‌هاش نگاه کنین شیشه‌های برقی داره. میره بالا میاد پایین. بعد اینجا بحث اینا داریم و چیزی که سونیه این ظرفشون سونیه اصل اون موقعه و ماشین واقعا رخ جلوش هم بهتون نشون میدیم دیگه. حالا کمربندم از ناموس عقب اومده و آینه بغل‌ها رو داریم. دستگیراش هم که مدل پیکانی دیگه همین دیگه.